سالها پیش همین شما را گفته بیم میکروفون رو یکنه برادر ای خدا بترسه بشینه ای مردم التماس بشینه التماس بشینه بسم الله خاموش 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 ده سخناتی گپ زنن خاموشش ده سخن کنه می برادر عزیز حسبنا الله بگو یک بار حسبنا الله بگو برادر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران عزیز باز مکرر و تکرار بیان میکنم تمام ما و شما به خاطر احترام بزرگترین چهره کشور آمدیم. هدف ما و شما به ادبی نیست. مقصد از آمدن ما این است که روح استاذ روح حضرت اولیاء بهترین شخصیت وارث پیغمبر از ما و شما شاد شود. این چی به ادبی است؟ خدا رحمت کنه علامه اقبال لاهوری را هزارها سال پیش صدها سال پیش گفته بود در حیرتم از مرام این مردم پس. خفه نشین، این علامه اقبال میگه، این من نگفتم. در حیرتم از مرام آن مردم پس، این طایفه زنده کش و مرده پرست. این حضرت ما و شما را میگه تا هست به ذلت بکشندش ز جفا، تا رفت به عزت ببرندش سر دست. همین است احترامتان، همین است احترامتان که همین چهره های بزرگ اسلام، بهترین ها، موسفرها، روحانی ها، پیشواهای ما، اهل تصوف، کل اهل علم اینجا آمدن، شما خاموشی را رعایت نمیکنی. خواهش میکنم آداب، والله این به ادبی ما عیب است. من در یک نوار ویدیویی تماشا کردم، من این را برای شما میگم همین نوارا را نشان نده. این شرمندگی است، والله این شرمندگی است که همین گونه جهان ما را تماشا کنه، هیچ کس گوش نمیکنه. حیف همین گونه ملت، حیف همین گونه عاشقه که گویم عاشق عالمم. در یک نوار ویدیویی در یوتیوب والله یک جنازه را خدا رحمت کنه، جنازه مخدوم خلازی را تماشا کردم. قسم به خدا شرمم آمد. بره تماشا کنه ببینه همین کاری خدا شرمتان می آید. نخواد یک عالم گذاره، شما خاموشی گذاشته، احترام گذاشته، حق عزت او را گذاشته، شما برای دعوا آمده، برای صدا بلند کردن آمده، برای احترام عزت. خواهش میکنم برادر عزیز، کل خواهش میکنم خاموشی را رعایت کنه. انشاءالله اینا بزرگا آمدن، جنازه آمد، حضرت مخدوم اسماعیل پیروان آمدن سخن میکنه، همه که خاموشی را رعایت کنه. نه خزانو شیره بچه های عزیز، محترم جماعت، خاموشی را رعایت کنیم. روزی ماتم است، امروز روزی اخلاق و آداب است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة فرزندای عزیز، آداب را رعایت کنید.
رای ماشینه هوی کنه ده بچه نخیزین همین راه هوی کنه ای بشی که از پیلا راه هوی کنه بچه راه ماشینه ببینم بیایید راه هوی کنه بچه ای برادر عزیز همه التماس کن کردیم همه را شده که نیرمان تابوت حضرت بیاید بزرگا سخن کنه جان تو لذت براخی چی گپ است راهی ماشینه که شده کنه کارمنده حفظ حقوق خدمتان کنه خوش کنه مجقه مردم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل